والله الذی، والله قسم به خدا، الذی سیأتی یشیب الصغیر، بچه کوچیک رو پیر خواهد کرد. هل تعون، آیا متوجه هستین تو چه موقعیتی هستین؟ آیا هنوز باور نکرده این که تو آخر الزمانیم، تو آخرین لحظه ها هستیم و بلاهای عظیم به زودی شروع خواهد شد؟ اقول لک هلاک و اکثر الناس، دارم میگم اکثر مردم هلاک خواهند شد. انتم لا تخافون الموت و تصرخون انا. آیا نمی ترسید از این وضعیت که در پیش همش به فکر خودتون هستین؟ من میگید. من اعطاکم الامان من الهلاک معهم، کی به شما ضمانت داده که با اونا هلاک نشید؟ و وقتی منم بکنین از امتحان رد میشین. از صف انصار حتی میرین بیرون تحت فشار خشم و غضب انانیت و منیت، هلاک میشین. بعد میفرماید که نصیحتی لکم قوله تعالی، این نصیحت من به شماست، این فرمایش پروردگار عالم. تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. این دار آخرت، این مقام عالی اون طرف پیش خدا، مقامات بهشت و در حضور اولیاء الله بودن، این دار آخرت برای اونا قرار دادیم که تو زمین دنبال بزرگی و بلندی نیستن، ولا فسادن، دنبال فساد در زمین نیستن. العاقبة للمتقین، عاقبت از آن متقینه. فرماید تدبروا وعوه و تجنبوا اتباع اهواءکم. تو این آیه قرآن تدبر کنید. فرماید اونایی که روی زمین دنبال مقام بلند و بالا نیستن. حتی همین که من تو انصار بذار از همه بالاتر باشم، خب این منیته. بذار من جاروکش زیر پای انصار باشم، بعدم به من طعنه بزنن بگن تو اصلا آدم نیستی، تو اصلا انصار نیستی. بذار عندالله من انصار باشم و انصار اصلا به من بگن تو نیستی، اجرم بالاتر میره. چه فرق میکنه که همه انصار به من بگن به 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 تو عجب انصار خوبی هستی و اسیر انانیت و منیت باشم؟ خب مردودم پیش خدا. حالا پیش خدا وقتی مردود شدم 10 نفر آدم به من بگن خوبی برندم، بذار پیش خدا مقبول باشم، زیر پای انصار رو جارو کنم، انصارم به من بگن اصلا از تو انصاری در نمیاد، بگم اب نداره بذار من جارو کنم انصارم نباشم و پیش خدا بگن انصار تو هستی. اذا کنتم تریدون ان تکونوا فعلا عونا للحق فاعملوا بهذه الآیه. سید سلام الله علیه فرماید اگر واقعا قصد کمک به حق رو دارید، کمک به ظهور رو دارید، کمک به یمانی آل محمد رو دارید، به این آیه عمل کنید. دنبال منیت نباشید، دنبال اثبات حقانیت خودتون نباشید، دنبال نشون دادن این که شما بیشتر از دیگران میفهمید و بهتر از دیگران عمل میکنید نباشید. سرتون بندازین پایین، کاری که از دستتون میاد بکنید. بذار انصار به تو بگن تو انصار بدی هستی، تو بهشون خدمت کن. اگه تو مطمئنی کارت خوبه چرا ناراحت میشی 5 تا انصار هم حتی بیان بگن تو بده؟ مگه خدایی که قائم آل محمد رو فرستاده نمیبینه که تو کارت درسته؟ همین کافی نیست؟ الیس الله کاف لعباده، همین که خدا میبینه تو بر حقی درست کار میکنی کافی نیست؟ باید 5 تا انصارم بیان به تو بگم به به چه چه تا کافی باشه؟ بعد میفرماید که و الا
اخطارها، این بر انصار اخطار. و الا اگر با نفس خودتون نجنگید، اگر به منیت خودتون غلبه نکنید، یستبدل الله بکم قوما غیرکم، خداوند کسای دیگر میاره جای شما رو میذاره. از صف انصار خودتون میرید بیرون، از انصار کسی اخراج نمیکنن، خودتون میذارید میرید. انانیت، شیطان سوار گردنت میشه، انانیت تو تحریک میکنه، با انصار در میفتی، خشمگین میشی، ترش میکنی، عصبانی میشی، میری زمین کنار. خداوند یکی دیگر رو جایتون میاره. کسی دیگه که دیگه مثل شما دچار انانیت نباشه. تصفیه هنوز در پیش، بین انصار هم تصفیه ها خواهد شد. و انتم تعلمون فهم الی جوارکم. اینجا سید سلام الله علیه تو عراق با اونا صحبت میکنه، به نظر میاد اشاره به ایران داره، میگه شما میدونین اونایی که میان همسایگان شما هستن. احتمالاً اینجا اشاره به ایران داره که فرمودن بیشتر انصار از اونجا خواهد بود. و قد حان وقتهم. آره تو ایران از همه عقب‌تر اومدن، ولی الان وقتشونه که بیان. و قد حان وقتهم، وقتشه که همسایگان شما بیان. حالا اینجا به انصار ایران هم همینو باید گفت. به زودی هزاران هزار نفر در ایران داوطلب پیوستن به لشکر امام زمان خواهند شد. مبادا جاتون یکی دیگه بگیر، مبادا دچار منیت بشین. دفاع از من حق داشتم، من راست گفتم، دیدی که اینطور شد، دیدی که من گفتم. فاتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید. واقتلوا انفسکم اهواءکم، شمشیر بردارید، هوا و هوس و نفستون رو بکشید. بمیرید در این عشق، بمیرید. چون مردید در این عشق همه شاه و امیرید. اگه به منیت غلبه کنیم، جار و کش هم باشیم، شاه و امیریم. امیر بر نفس خودم و امیر روز قیامت. بکشید نفستون، بجنگید با منیت و هواهای نفسانی خودتون. اگه خشمگین میشین، به برادر انصاریت خشمگین نشو، به نفست خشمگین شو. اگه عصبانی میشی، به نفس سگی که در درونمون هست عصبانی بشی، که هر آن میخواد خیر ما رو بگیره، خیر دیگران رو بگیره. وانصروا ربکم، با جنگ با این هوای نفس هم خودتون رو کمک کنید، هم پروردگارتون رو با کمک کردن منجی بشریت و فرستاده حق. تلک الدار الاخره نجعلها، لم یقل الله نصیب من الدار الاخره ولم یقل نجعل له نصیبا من الدار الاخره، بل قال تلک الدار الاخره نجعلها، ای الدار الاخره بما فیها یجعلها لهؤلاء. تو این آیه که خداوند فرمودیم دار آخرت رو قرار دادیم برای اونها، فرماید اگر با نفس بجنگید و بر نفس غالب بشید، خداوند نمی‌فرماید نصیبی از آخرت به شما میدیم، بخشی از آخرت رو به شما میدیم، همه آخرت رو به شما میدیم. ای الدار الاخرة بما فیها نجعلها لهؤلاء ای انهم ملوک الاخره. موقع پادشاهان آخرت میشید. چو در این عشق بمردید، همه شاه و امیرید. بمیرید در این عشق بمیرید. اگر نفستون بمیره، خاکی بشید، نه از فحش ناراحت بشید، نه از ضایع شدن حقتون ناراحت بشید، نه از بی‌اعتنایی دیگران ناراحت بشید، دیگه نفس نمونه. خاک ابو تراب. چرا حضرت ابو ترابه؟ یعنی خاکی.
خاکی که شدی، نه فحش اذیتت میکنه، نه ملامت اذیتت میکنه، نه نادیده گرفته شدنت اذیتت میکنه، چون میدونی که خدا تو رو میبینه و تو خدا رو میبینی. اون موقع شاه و امیر میشید، ملوک الاخره میشید، پادشاهان آخرت میشید. فهؤلاء آل محمد، اینجور آدم ها آل محمدن، یعنی دیگه میشن جزئی از آل محمد. وقتی نفس تو کشتی و به قائم آل محمد کمک کردی، مثل سلمان میشی منا اهل البیت. پس بجنبید، تاریخ تکرار شده، موقعیت سلمان در اختیار شماست که شما هم بشید منا اهل البیت. راهش هم سید سلام الله علیه نشون میده. نفستو بکش، به قائم آل محمد کمک کن، شدی از آل محمد. حرف بنده نیست، حرف سید سلام الله علیه. راه باز امروز برای هر کس که بخواد از آل محمد بشه، مثل سلمان من اهل البیت بشه. این راهشه. علو و برتری در دنیا نطلبید. من از همه جلو بزنم، از همه بالاتر بشم، به من نگن بالا چشت ابروز. من منیت رو بذارید کنار. وقتی این چنین شدید، انهم ملوک الاخره فهؤلاء هم آل محمد. اینا میشن از آل محمد صلوات الله وسلامه و خاصت و شیعتهم. تو تاریخ کمتر این چنین موقعیتی پیش اومده بود که به این راحتی هم از انسان از آل محمد بشه، از خاصه شیعیان اونا بشه. جای دیگه سید فرماید که بجنبید، امروز در ملکوت آسمان ها بازه، اون دری که به طور اختصاصی فقط برای انبیا همیشه باز میشد، امروز برای همه شما باز.